به نام خداوند بزرگ و خبرهای این ساعت از تلویزیون بیگ با من محمود رسولی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 27 مقرب 1399 خورشیدی است. نخستم سرخط چند خبر مهم. خواست عالمان دین در جوزجان برای برقراری آتش بس در کشور. انفجار یک موتر بم در ولایت فاریاب. و انتقاد جو بایدن از حکومت دونالد ترامپ. خبرها. عالمان دین و بزرگان قوم و ولایت جوزجان خواستار آتش بس در کشور شدند. شماری از عالمان دین و بزرگان قوم در ولایت جوزجان از طرفهای درگیر جنگ می‌خواهند که از جنگ دست کشیده بین هم آتش بس کنند. این خواستها در حالی صورت می‌گیرد که حملات گروه طالبان در شماری از ولایات کشور در این اواخر افزایش یافته است. بزرگان قومی و علمای دینی جوزجان خواستار آتش بس شدند. شماری از بزرگان قومی و علمای دینی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان از طرفهای درگیر می‌خواهند تا برای نشان دادن حسن نیت نیکشان به همدیگر از جنگ و درگیری دست کشیده آتش بس نمایند. به گفته آنها جنگ و ریختاندن خون یکدیگر در شریعت ناروا بوده و طرفین درگیر باید پیش از رسیدن به یک توافق آتش بس نمایند. مولوی حمیدالله حقیار، یک تن از عالمان دینی این ولایت، میگوید طرفین درگیر باید به منظور رعایت و اعتمادسازی خشونت‌های جاری را کاهش داده آتش بس نمایند. خاطر رسیدن به یک جای خوب، خانه صلح، از دو دهلیز عبور می‌کنه. دهلیز اولش آتش بس هست، دهلیز دومش مذاکره هست و بعد از مذاکره انشاءالله حتما به صلح میرسیم و اگر این خشونت ها و اگر این جنگ ها ادامه داشته باشه، حسن نیتی در قبال یکدیگر نداشته باشه، اعتماد به یکدیگر نباشه، یعنی به قسمی که میبینیم که 2 ماه شده هر دو طرف هم موافق نشدن که با یکدیگر حتی یک جلسه راجع به صلح داشته باشن. متاسفانه این قسم ادامه پیدا میکنه بدون آتش بس. مولوی ثمرالدین، یک تن دیگر از عالمان دینی ولایت جوزجان، جنگ جاری در کشور را ناروا خوانده میگوید شمار زیادی از باشنده های این ولایت در درگیری ها بناحق کشته میشوند. حکومت افغانستان و گروه طالبان باید آتش بس را در سراسر کشور رعایت نمایند تا از سطح خشونت ها کاسته شود. حالا همه یک مشکلات واقع است. تا مزار میرن، تا کابل میرن، میان مردم ما، رعایت ما، ملت ما بسیار به تشویش است، ناراحت است، فکرا آرام نیست، روحا آرام نیست، تکالیف روحی پیدا کرده. این آتش بس که آمد، همه که ما در فضای امن و امان از طرف شب و روز در یک فضای امن و امان موجود. یک تن از بزرگان قومی در این ولایت از طرفهای درگیر میخواهد تا به جنگ خاتمه داده برای سهولت باشندگان کشور آتش بس نمایند تا مردم بیشتر از این آواره نشده به سهولت زندگی نمایند. آتش بس آنقدر خوب است که همه آتش بس شود، ما شما همه ما یک جا اتحاد اتفاق کارهای ما همه حسابا پیش بره. از تمام طرف ارگان‌های می‌خواهیم که آتش بس بکنن، جوانهای ما، مردم ما با آسودگی و آرامی زندگی کنند. با هر دویشان باید یک جا شوند. همه ما یک برادر هستیم، یک قوم هستیم، از یک افغانستان هستیم. باید همه ما اتحاد اتفاق صلح در افغانستان ما دائمی باشه. این گفته ها در حالی ابراز می شود که جنگ بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی های این ولایت عملا جریان دارد. در پی انفجار یک موتر بم در ولایت فاریاب بر افراد ملکی خسارات مالی زیادی وارد شده است. فرمانده پلیس فاریاب با پخش خبرنامه میگوید که شب گذشته یک موتر مملو از مواد انفجاری در بازار ولسوالی قیصار این ولایت منفجر شده که در پی انفجار این موتر بم خسارات مالی زیادی بر افراد ملکی وارد شده است.
انفجار موتر بم در بازار ولسوالی قیصار خسارات زیادی بر افراد ملکی بر جا گذاشته است. دفتر مطبوعاتی فرماندهی پلیس فاریاب با پخش خبرنامه‌ای میگوید گروه طالبان شب گذشته پس از شکست از نیروهای امنیتی در ولسوالی قیصار این ولایت یک موتر مملو از مواد انفجاری را در بازار این ولسوالی منفجر کرده است. در این خبرنامه آمده است در پی انفجار این موتر بم به نیروهای امنیتی و افراد ملکی آسیب جانی نرسیده است، اما خسارات مالی بر جای گذشته، 100 باب دکان تخریب و اموالش نیز از بین رفته است. اما گروه طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظری نکردند. 8 تن از افراد طالبان در یک درگیری با نیروهای امنیتی در ولایت هرات کشته و زخمی شدند. قلوردوی عملیات خاص با پخش خبرنامه گفته است که گروه طالبان در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات بر بالای پست‌های نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه درگیری 6 تن از افراد طالبان کشته شده و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. در یک درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولایت هرات 8 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قلوردوی عملیات خاص با پخش خبرنامه میگوید گروه طالبان شب گذشته در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات بالای پست‌های نیروهای امنیتی حمله نمودند که از سوی نیروهای امنیتی به شکست مواجه شدند. در این خبرنامه آمده است در نتیجه درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان 6 تن از افراد طالبان کشته و 2 تن دیگرشان جراحت برداشته است. به قول از این خبرنامه در این درگیری به نیروهای امنیتی و افراد ملکی هیچ گونه آسیب نرسیده است. گروه طالبان تاکنون در رابطه با کشته و زخمی شدن افرادشان چیزی به رسانه‌ها نگفته است. یک قاچاقبر مواد مخدر در ولایت ننگرهار از سوی نیروهای امنیتی با مقدار زیاد مواد مخدر بازداشت شده است. وزارت امور داخلی کشور با پخش خبرنامه گفته است که منصوبین پلیس ملی در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار یک عملیات راه اندازی نمودند که در نتیجه این عملیات یک قاچاقبر مواد مخدر بازداشت شده است. از نزد فرد بازداشت شده به مقدار 60 کیلوگرم چرس، 770 قرص تابلت نیشاورکه، 10 کیلوگرم هیروئین و 1 کیلوگرم تریاک به دست پلیس آمده است. هیئت اعزامی اتحادیه اروپا حین بازدید از خانه‌سازی‌های جدید اسرائیل در یکی از مناطق شرقی اورشلیم بیت المقدس در پی تجمع اعتراضی و شعارهای تند و تیز شماری از مردم اسرائیل ناچار به ترک محل شدند. با گزارش از خبرگزاری اسوسییتد پرس و رسانه‌های اسرائیل، هیئت اتحادیه اروپا یک روز پس از اعلام طرح جدید دولت اسرائیل برای ساخت 1257 خانه جدید در منطقه گیوآت هاموتوس به این منطقه رفته بود. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا از ممانعت دولت دونالد ترامپ برای آغاز روند مرسوم انتقال قدرت انتقاد کرده است و میشل اوباما همسر رئیس جمهوری سابق به آقای ترامپ هشدار داده که این یک بازی نیست. با گذشت 10 روز از اعلام برنده شدن جو بایدن در انتخابات روز 3 نوامبر، تیم تشکیل دولت جدید میگوید از سوی کاخ سفید با بنبست روبرو شده است. هانگ سان سوچی و حزب حاکم لیگ ملی برای دموکراسی برای دومین دور انتخابات در سراسر میانمار پیروز شدند. تحلیلگران همچنان پیش بینی میکنند که اصلاحات دموکراتیک و مذاکرات صلح در آن کشور جنگ زده به کندی پیش می رود. کمیسیون انتخابات میانمار لیگ ملی برای دموکراسی را با کسب 396 کرسی از 498 کرسی پارلمان آن کشور برنده انتخابات اعلام کرد. نگرانی‌های امنیتی ناشی از مناقشه بین ارتش و گروه‌های قومی اقلیت بر سر خودگردانی در میانمار باعث لغو رقابت‌ها بر سر 22 کرسی شد و 1.4 میلیون تن واجد شرایط شرکت در انتخابات از حضور در رأیگیری محروم شدند. خبرهای ورزشی را همکارم اسام‌الدین حیدری تقدیمتان می‌کند.
سلام، وقت بخیر به خبرهای ورزشی این ساعت از تلویزیون بیک خوش آمدید. تیم بازتاب قهرمان لیگ برتر فوتسال بادغیس شد. رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ولایت بادغیس که از هفته گذشته با شرکت 8 تیم برتر این ولایت برگزار شده بود، سرانجام با قهرمانی تیم فوتسال بازتاب به کار خود پایان داد. شمیل مشعل، مسئول کمیته فوتسال این ولایت، میگوید تیم فوتسال بازتاب در دیدار پایانی این رقابت‌ها با نتیجه 4-2 در مقابل تیم برادران به برتری رسید. و سلسله بازی‌های راهیابی به جام ملت‌های اروپا، امشب تیم‌های فوتبال جرمنی و اسپانیا به میدان می‌روند. برای جرمنی این بازی یک آزمون بزرگ دانسته می‌شود، زیرا پس از حذف در دور گروپی جام جهانی 2018 نخستین بار در سطح بین المللی با یک تیم قدرتمندی بازی می‌کند. با پیروزی 3-1 در برابر اوکراین 14 نوامبر، اکنون امیدواری به درخشیدن بهتر جرمنی افزایش یافته است. و همچنان فرناندو سانتوس میگوید علاقه کریستیانو رونالدو برای گلزنی در بازی امشب تیم‌های ملی پرتغال و کرواسی در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا باعث اختلال در برنامه بازی این تیم نمی شود. پرتغال بعد از باخت خانگی شنبه شب مقابل فرانسه دیگر شانسی برای صعود به مرحله حذفی لیگ ملت‌ها و دفاع از عنوان قهرمانیش ندارد و بازی امشب این تیم در خاک کرواسی جنبه تشریفاتی دارد. اما این بازی می تواند فرصت خوبی برای رونالدو باشد تا بدون استرس از بابت به خطر افتادن شانس صعود تیمش برای گلزنی و ارتقای آمارش تلاش کند. حال هم به وضعیت آب و هوای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید. این بود مجموع خبرهای این ساعت که از تلویزیون بیک تقدیمتان گردید. تا درود بعد، بدرود.